اگه طلب بخشش میخواین فرض کنین یه دختری 24 ساله که روزمرگی‌هاش مثل همه ماست. از کار برمیگرده خونه، یه تماس آخر با پدرش میگیره، میگه سلام بابا، من 20 دقیقه دیگه میرسم. اما بعدش ناپدید میشه. نه برگشت نه خبر. حالا تصور کن بعد از 10 روز جسدش پیدا میشه. قاتل اعتراف میکنه، اما انگیزه ها و روایت ها مدام عوض میشن. الهه حسین نژاد 27 مهر 1379 به دنیا آمده بوده در اسلام شهر. تحصیلاتش کارشناسی حسابداری بود و در تهران به عنوان ناخنکار و مژه‌کار کار میکرده، همراه خواهرش در سالن زیبایی. گفته شده که الهه از حامیان جنبش زن زندگی آزادی بوده و با اعتراضات و هنرمندان معترض هم همراه بوده. 4 خرداد 1404 الهه بعد از کار از سالن زیبایی بیرون میاد، قصد داره به خانه برگرده. به درخواست مادرش زودتر کارو ترک کرده تا از برادر معلولش مراقبت کنه. آخرین تماس تلفنی با پدرش ساعت حدود 19:40 بوده. گفته که در میدان نماز اسلام شهر است و در 20 دقیقه به خانه میرسه، اما دیگه ازش خبری نشده. وقتی خانواده الهه متوجه شدند او به خانه برنگشته، به ماجرا مشکوک شده و موضوع مفقود شدنش را به مراجع گزارش کردند. رسانه‌ها و افکار عمومی سریع وارد ماجرا شدند. عکس‌ها و تصاویر الهه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. اما خب یه سوال، چرا هیچ دوربینی ردش رو نگرفته؟ چرا تلفنش قطع شده؟ چرا هیچ ردی ازش نیست؟ 15 خرداد 1404 دادستان تهران اعلام می‌کند که جسد الهه در بیابان‌های اطراف تهران پیدا شده و قاتل دستگیر شده است. قاتل به نام بهمن فرزانه دستگیر شده. در بازجویی‌ها بهمن فرزانه اعتراف کرده که الهه را در مسیر بازگشت سوار یک خودروی سمنت کرده و سپس با وارد کردن ضربه‌ای چاقو به قفسه سینه او را کشته و جسد را در بیابان اطراف فرودگاه رها کرده است. در روزهای اول گفته شده بود انگیزه قتل سرقت تلفن همراه بوده است. بعدتر روایت رسمی عوض میشه. بعضی منابع میگویند که طلاها ربوده نشده. تلفن همراه هم ظاهراً به سرقت نرفته. در ویدیوی اعترافات بهمن فرزانه میگوید که الهه خیلی بی‌حیا بوده. گناهش افتاده گردن من. سرنوشتش این بود. او گفته انگیزه مالی نداشته. گفته تلفن همراه را در اتوبان انداخته است. همچنین وکیل خانواده الهه میگوید تناقض زیادی در حرفهای متهم وجود دارد. متهم در بازجویی گفته است وایس گوش میداده، اما وکیل میگوید پرینت ها چیزی نشان نمیدهند. جلسه دادگاه برای بررسی پرونده قتل الهه در 6 مرداد 1404 در شعبه اول دادگاه کیفری تهران برگزار شده. وکیل خانواده الهه گفته متهم در دادگاه بارها تلاش کرده از موضوعاتی مثل وضعیت روانی و عصبی استفاده کنه تا دفاع کنه، اما پزشکی قانونی در 2 مرحله سلامت روان او را تایید کرده. اعتراض متهم نیز ثبت شده. پرونده با دستور ویژه رئیس قوه قضاییه برای بررسی در دیوان عالی کشور ارسال شده. حالا اینجاش خیلی عجیب میشه. قاتل دیگه نمیگه انگیزه سرقت بوده. میگه موضوع بر سر پوشش و رفتار الهه بوده. عباراتی مثل خیلی بی‌حیا بود، سرنوشتش این بود در اعترافاتش گفته شده. تلفن همراهی سرقت شده، بعد گفتن تلفن نیست، طلا نیست یا گوشی در اتوبان انداخته شده. اما آیا واقعا اثری از تلفن همراه پیدا شده؟ هنوز نه. علاوه بر این، وکیل خانواده الهه گفته وقتی قاتل جسد را رها کرده، الهه هنوز زنده بوده. یعنی بعد از ضربات زمان بیشتری گذشته تا مرگ کامل. این لحظه ی حقیقته که ذهن آدمو قلقلک میده. آیا این قتل فقط به خاطر سرقت بوده یا بر سر ایده ها، رفتار اجتماعی یا ادراک شخص از رفتار مناسب زن؟ روایت های رسمی چرا عوض شدن؟
چرا کسانی که باید پاسخگو باشن جواب قانع کننده نمیدن؟ اگه دوست دارید این پرونده ها رو با ما دنبال کنین، حتما کانال رو سابسکرایب کنین. زنگوله رو بزنین که ویدیوهای بعدی رو از دست ندین. این موضوع رو براتون مهمه، نظرتون رو پایین کامنت ها بنویسین. به نظرتون عدالت در این پرونده اجرا میشه؟ آیا روایت رسمی کفایت میکنه؟ منتظر نظراتتون هستم. لایک یادتون نره اگر براتون جالبه. ممنون که این ماجرا رو با من شنیدین. تا ویدیوی بعد مراقب خودتون باشین. اگه طلب بخشش میخواین دختر منو صحیح و سالم بیاین تحویل بدین، برین پسرتون رو آزاد کنین.